با این همه شلوغی که در بازار تولید محتوا هست، به نظرتون چند درصد مردم الان تولید کننده محتوان و آیا این بازار اشباع شده یا هنوز خیلی جای کار داره؟ امروز می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چند درصد از افراد جامعه تولید کننده محتوا هستند. ویدیو رو با من همراه باشید. به نام خدا. سلام، افشین هستم از نوافه. از سال 2013 در بستر یوتیوب فعالم. تو این سالها چند تا کانال ساختم و چند تاشون رو هم به موفقیت رسوندم. ابتدا بذارید یه بررسی ساده آماری انجام بدیم. جمعیت دنیا بین 8 تا 9 میلیارد نفره که از این مقدار حدوداً 1 میلیارد نفرشون به صورت ماهانه از یوتیوب استفاده میکنن. در مقیاس داخلی ایران هم جمعیت کشور حدود 90 میلیون نفره که آمار درستی از میزان کاربران یوتیوب وجود نداره. اما خب با مقایسه با آمار جهانی میتونیم تشخیص بدیم که 1/10 این مقدار از یوتیوب استفاده میکنن. حالا به واسطه فیلترینگ و اینترنت و این جور داستانها شما از این مقدار 1/10 یه مقدار کمتر رو در نظر بگیرید. به صورت تقریبی حدود 5 تا 7 میلیون نفر یوزر یوتیوب داریم در ایران. حالا ما باید این رو در مقایسه با چنل هایی که وجود دارن بررسی بکنیم. در مارکت بین الملل که بحثش جداست و اگر بتونم تو این ویدیو بهش میپردازم، اما ابتدا به خاطر اینکه بحث داخلی مقدار مهمتره میخوام به بحث داخلی بپردازم. خب شما احتمالاً تا الان چنل های مختلفی به زبان فارسی رو مشاهده کردین، اما اگر دقیق‌تر بررسی بکنیم چه تعداد چنل خیلی حرفه‌ای داریم که بازدیدهای بالای 1 میلیون برای هر کانتنتی میگیرن. با یه بررسی ساده تعداد چنل هایی که اصولاً بازدیدهای بالای 1 میلیون میگیرن بیشتر از 200-300 تا نیستن. از اون ور چنل های معمولی و متوسط و نرمالی که کمتر از این مقدار هستند بین 5 تا 10,000 یا نهایتاً 20,000 تا چنل باید داشته باشیم. و اگر چنل های درجه 3 و درجه 4 هم در نظر بگیرید ممکنه مجموعاً 40-50,000 تا چنل یوتیوب وجود داشته باشه. حالا بیایید بررسی بکنیم که 20,000 تا چنل که تعداد خیلی کمی از اونها بازدیدهای معتبر و خوبی میگیرن، آیا به نسبت 7-8 میلیون نفری که محاسبه کردیم تعداد زیادی هستند؟ مسلماً نه. این رو در نظر بگیرید. به تعداد هر فرد یک داستان وجود داره. هر انسانی که شما میشناسید دارای روحیات خاص خودش، علایق خاص خودش و داستانهای خاص خودش هستش و همه این داستانها و شخصیت‌ها دارای اثرانگشت خودشون در تولید محتوا هستن. من قبلا تاکید کردم که شما سعی کنید یه ورژن اصلی و اورجینال از خودتون رو پیدا بکنید. زمانی که این ورژن رو پیدا کردید، حتی اگر محتوایی تولید بکنید که مشابهش زیاده، اگر خودتون باشید و نحوه ارائه‌تون مختص به خودتون باشه و کپی نباشه، مسلما میتونید موفق باشید. به عنوان مثال من یه گیمرم و استریم میکنم. استریم کردن من اگر دقیقاً شبیه دوستم باشه که چند سال داره کار میکنه، خب مسلما اون داره محتوا تولید میکنه و ممکنه مخاطب علاقه زیادی نداشته باشه، حاشیه امنی که بهش اعتماد کرده رو داره ول کنه و بیاد محتوای جدید من رو نگاه بکنه. اما اگر استراتژی من در بازی کردن با دوستم تفاوت داشته باشه، اگر اون جلوی تصویره من از صدام بیشتر استفاده کنم، اگر اون از صداش استفاده میکنه من از تصویرم استفاده کنم، اگر بک‌گراند اون بک‌گراند جذابی نیست من سعی کنم بک‌گراندم رو بک‌گراند جذاب‌تری بکنم، نحوه پرداختن به شخصیت‌های بازی، ارتباط گرفتن با اونا، همه این مسائل اگر دقیقاً بررسی بشه شما میتونید یه ورژن اصلی از خودتون رو ارائه بدید و این نکته مهم رو فراموش نکنید. همونطور که گفتم به تعداد هر انسانی داستان‌های متفاوتی وجود داره. قرار نیست اگر دوست شما استریمره شما حتما استریمر باشید. برید تخصصی که دارید رو پیدا بکنید، چیزی که واقعا بهش علاقه دارید رو پیدا بکنید، بیایید روش کار بکنید، اون رو مسترینگ بکنید، ماکسیمایز بکنید، به حد اعلای خودش برسونید و ارائه بدید. مطمئن باشید مخاطب خودش شما رو پیدا میکنه. الان اگر بخوام این مسئله رو بررسی بکنم که آیا واقعا یوتیوب فارسی یا یوتیوب جهانی و کلا تولید محتوا در هر پلتفرمی اشباع شده، باید بگم که اصلا اگر شما همین الان دارید فکر میکنید که ممکنه بتونید یوتیوبر بشید و یه چنل موفق رو اندازی کنید، مطمئن باشید همین الان از 80-90% جامعه جلوترید، حتی اگر فقط فکرش رو داشته باشید. با این سرعتی که ما داریم پیش میریم در آینده تعداد زیادی از افراد تولید کننده محتوا خواهند بود. اگر شما امروز شروع بکنید، مسلماً زمانی که اونها شروع میکنن تجربه امروز شما رو ندارن و کلی باید آزمون و خطا کنن تا به شما برسن. فراموش نکنید آدم‌های بسیار خلاق و باهوشی بیرون هستن که هنوز وارد این فضا نشدن. پس این فرصت استثنایی رو از دست ندین و فکر نکنید که یوتیوب اشباع شده. مطمئن باشید 3 سال آینده شما همون شخصی که الان هستید نیستید. کلی قابلیت و توانایی به دست آوردین که در بقیه مراحل زندگیتون هم مسلماً به دردتون خواهد خورد. خیلی از بچه‌ها در جلسات مشاوره میگن که نیچه که انتخاب کردیم نیچه خوبیه، اما نمیدونیم چرا بازدید نمیگیریم. مشابه همین محتوای من رو شخص دیگه‌ای داره انجام میده ولی اون داره بازدیدهای خوبی رو میگیره.
بلافاصله جواب من به همه این دوستان اینه که شما هنوز نسخه اصلی اورجینال خودتون رو پیدا نکردید. اگر محتوایی تولید می‌کنید صرفاً از روی اینکه احساس می‌کنید یه وظیفه‌ای باید انجام بدین یا عادت کردین که تولید محتوا بکنید دارید انجام میدید. شما باید حتما خودتون رو بررسی بکنید، ایرادات خودتون رو بگیرید، چنلتون رو آنالیز بکنید و سعی کنید اشتباهاتی رو که دارید ویدیو به ویدیو، محتوا به محتوا برطرف کنید. حالا که صحبت از مشاوره شد، مجموعه ما میتونه به شما عزیزان در ایجاد و راه‌اندازی چنل هاتون مشاوره خوبی رو ارائه بکنه. همچنین اگر چنلی دارید که احساس می‌کنید پتانسیل خوبی داره ولی رشد نمی‌کنه، میتونید از مشاوره مجموعه ما بهره مند باشید. و اگر چنلی هم دارین که در آستانه مانیتایز شدنه، مجموعه ما میتونه با کمترین کارمزد اون رو به حساب ریالی شما در ایران براتون واریز بکنه. خب امیدوارم با مقایسه‌ای که انجام شد به این موضوع مهم پی برده باشین که فضای یوتیوب و تولید محتوا به صورت کلی هنوز اشباع نشده و خیلی جای کار وجود داره. فرصت‌ها منتظر شما هستند، دست نکنید و تا میتونید زودتر شروع بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا دیدار بعد به خدای بزرگ و ممنون میسپارمتون. خدا نگهدار.